امروز یه رزماری خریدم برای تقویت مو، شنیدم خیلی خوبه. اسنپ گرفتم با بچه‌ها بریم بیرون. قبلش رفتیم مرکز خرید. بعد مرکز خرید مستقیم رفتیم سمت رستوران. دیگه رسیدیم سمت رستوران. اول قرار بود اینو بپوشم که دقیقه آخر اینو پوشیدم. بعد غذامونو خوردیم. رفتیم سمت گل فروشی. دوستم برای مامانش گل بگیره. 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تو صورت اشکال نداره مشکل